سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما قرار بود که پیج رادیو قلب پادکست رو 1-2 ماه پیش براتون استارت کنیم که یه اتفاقاتی افتاد. قرار بود با یکی از دوستان اون کار رو انجام بدیم که کلا نشد و خیلی اتفاقات دیگه که توی چنل های دیگه هم خیلی درگیر بودم، توی پیج های دیگه خیلی درگیر بودم، اصلا وقتش نشد که رادیو قلب پادکست رو براتون استارت بزنیم. ویدیوی اولم که اومد پاک شد متاسفانه، چون توی کلاب بود و از طرف یکی دیگه فرستاده شده بود برا من و من اکسپت کرده بودم که اون طرف پاکش کرد و از پیج منم پرید متاسفانه. اون ویدیویی که خیلیاتون دوست داشتین، ویدیوی اول، داستانش این بود که پاک شد. توی چالش بعدی دیشب براتون یه استوری گذاشتم توی رادیو قلب پادکست و بهتون گفتم که چالش‌های عاشقونه‌تون رو برام بفرستین. حستون از این که الان توی رابطه این رو با پارتنرتون یا همسرتون یا دوستتون برام بگین که چه حسیه. قرار شد که توی یه پاراگراف یا جمله بهم اینو بگین. راستیتش اصلا قصدم این بود که بهتریناشو جدا کنم، ولی تصمیمم این بود که برای اولین بار بخونمشون و هنوز نخوندمشون. فقط همشون رو کپی کردم یه جا که بتونم پشت سر هم براتون بخونم. اسم طرف رو فکر کنم درست نباشه آیدیشو کامل بخونم، فقط اسم کوچیک هر کسی که متنشو فرستاده اول متنش براتون می به زودی از این سبک ویدیوهای احساسی و عاشقانه که از اسمش هم متوجه میتونین بشین، رادیو قلب پادکست، بیشتر براتون درست میکنیم و زحمت ادیتاش هم که با بیگ دیو. حتما آیدیشو میذارم توی بیوگرافی پیجای دیگه هم گذاشتم، حتما ازش حمایت کنیم بچه ها. دمتون گرم. بریم سراغ متن اول. اسماعیل برامون نوشته که فاصله میگیریم به امید اینکه نبودنمون حس شه و قدرمون رو بدونن، غافل از اینکه یه جوری فراموشمون میکنن که انگار هیچ وقت نبودیم. تازه یکی دیگه هم میاد و جامونو میگیره. خیلی غمگین بود داداش عزیزم اسماعیل، که فکر کنم آره اسماعیل، بقیه آیدیشو نمیخونم. خیلی غمگین بود. من توی دایرکت حتما جوابتو میدم بهت. بعدی غزل هست که نوشته قشنگ ترین تجمع دنیا جمع شدن انگشتامون لای دستای همدیگه است. قشنگ ترین تجمع دنیا. غزل مثل این که در گلدن تایم رابطش هست برخلاف اسی و هنوز خیلی رومانتیکه. امیدوارم که همین جوری زندگیت رومانتیک بمونه. محسن نوشته که هر بار که چشاتو میبینم انگار اولین بار تو زندگیم چشای یه نفر دیگر رو دیدم، چون ساعتها محو زیبایی اون 2 تیله قهوه‌ای میشم. قربون چشمات امن ترین پناه قلب من. محسن جان خیلی دیگه احساسش کردی و گریه آور. امیدوارم که زندگیت همینقدر قشنگ باشه مثل متنی که برام فرستادی. توی چالش هم گفته بودیم بچه ها اصلا لازم نیست که متن از خودتون باشه. خیلی از بچه ها اینجا نوشتن اسم نویسنده رو می نویسند و خیلیشون هم میگن متن از خودمونه. سعی میکنم اگه نویسنده بزرگی باشه اسمشو بگم. این دوستمون گفته که این متن زیبا رو من ننوشتم و توی گوگل پیدا کردم. بعدی دوباره ترنم خانوم هست. ترنم خانوم دوباره خانوم که میگه
وقتی یکی میگه خیلی مواظب خودت باش، لباس گرم بپوش، غذا تو بخوری حتما، من کنارتم، با هم حلش میکنیم، تو هم در جوابش بگو منم دوست دارم. اینم خیلی زیبا بود ترنم خانوم. امیدوارم که زندگیتون همینجوری رمانتیک و عاشقانه بمونه. بعدی ساوین هستش که نوشته دلم یه شب بارونی میخواد. آخ آخ بارون، بچه‌ها بارون، وسط تابستونیم، اسم بارونم که میاد به قول این بچه‌های جدید، نسل جدید، قلبم اکلیلی میشه. میگه که مهم اینه که کجا بود گمش کردم. میگه دلم یه شب بارونی میخواد که با تو صبح شه، با بوسه های مداوم و نوازش دست ها و صدای آروم نفس ها کنار گوش هم دیگه. اینم خیلی قشنگ بود. مرسی از متن زیباتون. خیلی سریع بریم سراغ متن بعد. سامی گفته که بعد از آسیب دیدن منتظر پشیمونی طرف مقابل و اعتراف کردنش نباش. تو برای درمان شدن به تقاضای بخشش و اعتراف اون شخص نیازی نداری، بلکه به پذیرش رنجی که دچارش شدی و تلاش برای بهبود پیدا کردن خودت نیاز داری. این خیلی دیگه دکتر هلاکویی بود و خیلی پیچیده بود، ولی بازم مرسی که متن تو برامون فرستادی. سامی عزیز بود متن قبلی. صادق گفته که من بلد نیستم بهت بگم دوست دارم، ولی تو پیش خودت نگفتی مگه من سیو مسیجم که این همه آهنگ ببخشید. میگه که صادق گفته که من بلد نیستم بهت بگم دوست دارم، ولی تو پیش خودت نگفتی مگه من سیو مسیجشم که اینجوری برام آهنگ میفرسته، این همه در طول روز نگرانم میشه و حالش برام مهمه، این همه عکس از روزمرگیش برام میفرسته و توی هر حالتی کنارمه. اینا یعنی من دوست دارم. لعنتی. مرسی از صادق عزیز. خشونت آخرشم شوکمون کرد. متن بعدی از آرزوی عزیز هست که نوشته ما همچنان میسوزیم و میسازیم. ما همچنان میسوزیم و میسازیم. قسمتمان بوده یا نبوده اهمیت ندارد. سگ برینت روی قسمت و همه چیز. صادق هدایت. مرسی از آرزوی عزیز. سگ برینت رو وسط همچین ویدیوی احساسی که قرار بود چالش رمانتیک باشه، نمیدونم چرا از صادق هدایت باید متن بفرستی آرزوی عزیز، ولی مرسی که فرستادی. کلن فکر کنم باید ویدیو رو یه چند دقیقه قطع کنم. سگ برینت روی قسمت. خب فکر کنم بتونم ادامه بدم. ولی من تا ابد تو رو دوست دارم. آدما فقط یه بار یکی رو از ته قلبشون دوست دارن. فقط یه باره که قلبشون احساس خوبی کنار یه نفر دیگه داره. اون یه نفر واسه من تویی. امیر فرستاده. قشنگ بود. مرسی از امیر. متن بعدی نوشته که کسی رو دوست داشته باش که حتی تو اوج خستگیم دلش از آرزو و اون متنی که از صادق هدایت
فرستاده نمیگذارم، هر وقت میاد توی ذهنم. حالا بریم برای ادامه. بچه مرسی، تا اینجاش پارت 1 میشه و بقیه متنا رو میذاریم برای پارت 2. مرسی که حمایت میکنین، مرسی که چون پیج عوض شده و از این ویدیو قراره توی پیج اصلی خودم یعنی پیج مسلم نبی پور بذاریم، یه سری از فالوورها رو گم میکنیم، ولی حتما توی پیج قبلی اطلاع رسانی میکنیم که دوباره بتونین از پیج اصلی خودم این سری ویدیوها رو ببینید. مرسی، این پارت اول بود. پارت 2 هم حتما میسازیم. مرسی از همه اونایی که پیام فرستادن، حدود 130 نفر پیام فرستادن و سعی کردم تا جایی که ممکنه ازشون استفاده کنم. مرسی هم از همتون. خدا نگهدار.